متشبث مؤسسه دولتی مرکزی جمهوری ایمونوپروفیلاکتیک جمهوری تاجیکستان، نمایندگان سازمان عمومی جهانی تندرستی و دیگر مقامات‌های مربوطه بخشیده به هفته اروپایی ایمونیزاسیون در تالار مهمانخانه سغدیان شهر خوجند نشست مطبوعاتی برگزار شد. نخست در آغاز همایش دیرکتور مؤسسه دولتی مرکزی جمهوری ایمونوپروفیلاکتیک جمهوری تاجیکستان فیضعلی سعیدزاده برآمد کرده ذکر داشت که نزدیک 20 سال می شود که هفته اروپایی ایمونیزاسیون در تاجیکستان تشکیل و گذرانیده می شود، زیرا جمهوری تاجیکستان شامل بویرای منطقوی اروپایی سازمان عمومی جهانی تندرستی بوده. همه ساله به مقصد بلند برداشتن معلوماتناکی اهالی عاید به اهمیت ایمونیزاسیون در سمت نگهداری سالم اهالی این سنه را جشن می گیرد. پیشگیری جمهوری اسلامی بازخورده از واکسن خیلی ثمرناک و نسبتاً ارزان بوده. با این رو سطح بیماری‌های صورتی با واسطه ایمونیزاسیون پس کرده می‌شوند و مغز بعضی از آنها با نقشه گرفته شده است. نوبسته از آنی که در مبارزه پیشگیری بیماری‌های صورتی پیشروی‌های نظارت و خلق گرفته شده باشد هم تشکیل و گذراندن شورای‌های ایمونوپروفیلاکتیک باید منتظم، صفتناک و استفاده از پیشروی‌های حاضرزمانی ساحه عملی گردانده شوند. با گفته رهبر نمایندگی تشکیلات عمومی جهانی تندرستی در جمهوری تاجیکستان ویکتور آلشایفسکی، هفته اروپایی ایمونیزاسیون سال 2023 را سال ایمونیزاسیون اعلان کرده است. تا دوام سال دقت مخصوص به نگرانی‌های سطحی گلوبالی وابسته به پست کردن سطح فراگیری ایمونیزاسیون کودکان، علالخصوص فراگیری کودکان از ایمونیزاسیون بازمانده در زمان خروج پاندمی داده می شود. So the main reason we are here today is of course the European Immunization Week, and through this event we aim for two things. First and foremost, we want to praise you and we want to recognize your fantastic job during the past years. And secondly, by doing this, to give a big signal to our communities that vaccines are important and that vaccination save life. در نوبت خش رهبر ریاست کادرهای ساحه تندرستی و پیشکشکنی خدمات رسانی‌های طبی بویرای منطقوی اروپایی سازمان عمومی جهانی تندرستی توماس زاپارتا و مشاور عاید به سیاست کار همشیرگی و گینکولوژی بویرای منطقوی اروپایی تشکیلات عمومی جهانی تندرستی مارگریتا لانگیس برآمد کرده سهم همشیره‌های ایمونیزاسیونی ولایت را در فراگیری اهل جامعه با واکسن را خیلی نظرست ارزیابی نمود. در جمهوری تاجیکستان بر ضد 12 نمود بیماری‌های سرایتی با واکسن اداره شونده کودکان ایمونیزاسیون کرده می شود و محض واکسن‌ها هستند که ما را چون شخصیت محافظت می‌کنند، زیرا هر یک شخص ایمونیزاسیون شده در پیشگیری پنجشنبه بیماری‌های سرایتی نقش کلیدی دارد. چنین ابراز داشت در برآمد خویش دیرکتور فیلری مؤسسه دولتی مرکزی جمهوری ایمونوپروفیلاکتیک در ولایت سوخت زرینه تاجیبایوه. به اطلاع سردار ریاست تندرستی ولایت سوخت حبیب الله خیرالله زاده، زیاده از 2 عصر می شود که واکسینه ها برای جهان را بهتر نمودن کمک رسانیدند. شروع از اولین واکسینه که بر ضد نقضک طبی کارکرد شده تا واکسینه های حاضر زمانه که بهره پیشگیری از سرایت شوی به کووید 19 استفاده برده می شوند. در سال 2023 همچون سال ایمونیزاسیون اعلان شده است با موفقیت گذرانیده شد. این چهاربینی مهمی سال نگهداری تندرستی با تشبث بیوروی منطقوی اروپایی سازمان عمومی جهانی تندرستی از سال 2005 این جانب همه ساله در کشور عزیز ما برگزار می‌گردد. مقصد اساسی آن بلند برداشتن معلوماتی اهالی عاید به ماهیت ایمونیزاسیون در سمت نگهداری سالم اهالی میباشد. در فرجام کار نشست 90 نفر کارمندان طب، همشیره‌های ایمونیزاسیونی 18 شهر و نواحی ولایت سوخت که در بلند برداشتن معلوماتناک اهالی در سمت اهمیت ایمونیزاسیون و حفظ سلامتیشان سهم گذاشتند، با سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای از جانب تشکیلات عمومی جهانی تندرستی و مؤسسه دولتی مرکزی جمهوری ایمونوپروفیلاکتیک جمهوری تاجیکستان قدردانی کرده شدند. همینطور هفته اروپایی ایمونیزاسیون که همه ساله با تشبث بویرای منطقوی اروپایی تشکیلات عمومی جهانی تندرستی گذرانده می شود به آخر رسید.